اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمد لله رب العالمین. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان است. مالک یوم الدین. مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت کن. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راه کسانی که بر آنان نعمت دادی، نه خشم گرفتگان بر آنها و نه گمراهان. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آن کسانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را برپا می‌دارند و از آن چه روزیشان داده ایم انفاق می‌کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان می‌آورند و به روز رستاخیز یقین دارند. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند برایشان یکسان است که آنان را بترسانی یا نترسانی ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خدا بر دلها و گوشهایشان مهر زده است و بر چشمهایشان پرده است و برای آنها عذاب بزرگی است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. گروهی از مردمان هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم در حالی که ایمان ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آنان به نظرشان خدا و مؤمنان را فریب میدهند در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند ولی نمیفهمند.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا یکذبون. در دلهای آنان بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغ‌هایی که می‌گفتند برایشان عذاب دردناکی است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاه باشید آنها همان مفسدانند ولی نمیفهمند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. و هنگامی که به آنان گفته شود ایمان بیاورید چنان که مردم ایمان آورده اند میگویند آیا ایمان بیاوریم چنان که بیخردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید آنها همان نابخردانند ولی نمیدانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم. و هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می کنند می گویند ما با شماییم، ما فقط آنها را مسخره می کنیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداوند آنان را مسخره می کند و آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا سرگردان شوند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند پس تجارت آنها سودی نداد و هدایت نیافتند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. داستان اینان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته، پس چون آتش اطراف او را روشن ساخت خداوند نورشان را بگرفت و در تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. کرانند، گنگانند، کورانند، پس باز نمی گردند. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا همچون بارانی است که از آسمان فرو ریزد و در آن تاریکی ها و رعد و برق باشد و آنها از ترس مرگ انگشتان خود را در گوشهایشان فرو میبرند تا صدای صاعقه را نشنوند و خداوند به کافران احاطه دارد. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. نزدیک است که برق چشمانشان را برباید، هرگاه که برای آنها روشن شود در روشنایی آن راه می روند و چون تاریک شود در جای خود بایستند و اگر خدا بخواهد گوش و چشمانشان را از بین می برد، چرا که خداوند بر هر چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. آن کس که زمین را برای شما بگسترد و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن انواع میوه ها را به وجود آورد تا روزی شما باشد، بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که می‌دانید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم در شک و تردید هستید، سوره ای همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا فراخوانید اگر راست میگویید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر چنین نکردید و هرگز نتوانید کرد، از آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگ هاست و برای کافران آماده شده است. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که باغ‌های از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختان آن جاری است. هر زمان که میوه‌ای از آن به آنان داده شود گویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود و میوه‌های همانند آورده شود و برای آنان همسرانی پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين. به راستی خداوند از اینکه به پشه‌ای یا بالاتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن مثل حق است از طرف پروردگارشان، و اما آنهایی که کافرند می گویند خداوند از این مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن میشکنند و آنچه را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند، اینها زیانکارانند. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه به خداوند کافر می شوید در حالی که شما مردگان بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند، سپس شما را زنده می کند، آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. او خدایی است که همه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید، آنگاه آهنگ آسمان کرد و آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او بر هر چیز آگاه است. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. و بیاد بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. گفتند آیا کسی را در آن قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود یقینا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. و نامها را همگی به آدم آموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست گویید نامهای اینها را به من خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتگان گفتند منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموخته ای نمیدانیم، تو دانای حکیمی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمود ای آدم آنان را از نامهایشان آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد خداوند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و نیز میدانم آنچه را که آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یاد بیاور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از میوه های آن هر جا می خواهید گوارا بخورید، ولیکن به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان موجب لغزش آن دو شد، سپس آنان را از آنچه در آن بودند بیرون کرد و گفتیم همگی به زمین فرود آیید در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همگی از آن فرود آیید، پس هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و کسانی که کافر شدند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم بیاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با شماست و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. و حق را به باطل نیامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که می‌دانید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران نماز بخوانید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید در حالی که شما کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و از شکیبایی و نماز یاری جویید و نماز جز بر فروتنان دشوار و گران است. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آن کسانی که یقیناً می‌دانند دیدار کننده پروردگار خویشند و به سوی او باز می‌گردند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که کسی از کسی کفایتی نکند و از او شفاعت پذیرفته نمی شود و نه از او تاوان و فدیه گرفته می شود و نه یاری می شوند. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و نیز به یاد آورید هنگامی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم. آنان شما را به بدترین صورت آزار و شکنجه می دادند. پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما می نگریستید. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که با موسی 40 شب وعده گذاردیم، آنگاه شما بعد از او گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از آن بخشیدیم
شاید سپاسگزاری کنید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ و نیز به یاد آورید هنگامی را که به موسی کتاب و فرقان را عطا کردیم تا اینکه هدایت شوید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و به یاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با به پرستش گرفتن گوساله به خود ستم کرده اید. پس به سوی آفریدگار خود بازگردید و توبه کنید و خود را بکشید. این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. آنگاه خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ و به یاد آورید هنگامی را که گفتید ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم. پس صاعقه شما را فرا گرفت در حالی که می نگریستید. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سپس شما را پس از مردنتان برانگیختیم، شاید سپاسگزاری کنید. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و من و سلوا را بر شما فرو فرستادیم و گفتیم از پاکیزهایی که به شما روزی داده ایم بخورید. آنها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم نمودند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که گفتیم به این شهر وارد شوید و از نعمتهای آن از هر جا که می‌خواهید به فراوانی بخورید و با خشوع و فروتنی به دروازه درآیید و بگویید خواسته ما آمرزش گناهان است تا گناهان شما را ببخشیم و به نیکوکاران فزونتر می‌بخشیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آنگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند، لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانیشان عذابی از آسمان نازل کردیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که موسی برای قوم خیش آب خواست، پس گفتیم عصای خود را بر سنگ بزن. آنگاه 12 چشمه آب از آن جوشید و هر گروهی آبش خور خود را دانست
و گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در زمین به تباهی مکوشید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و به یاد آورید زمانی را که گفتید ای موسی ما هرگز بر یک نوع غذا شکیبایی نداریم، پس پروردگار خویش را بخوان تا از آنچه زمین میرویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد. موسی گفت آیا چیزی را که پستر است به جای چیزی بهتر جایگزین می‌کنید؟ به شهری فرود آیید زیرا آنچه را خواستید در آنجا برای شما هست. و ذلت و بینوایی بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا گردیدند، چرا که آنان به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به درستی کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که یهودی شدند و نصارا و سابئان، آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و به شما گفتیم آنچه را به شما داده ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است یاد کنید شاید پرهیزگار شوید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. سپس شما بعد از این روی گرداندید، پس اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیگمان شما از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و تجاوز کردند آگاه شده اید. پس ما به آنها گفتیم بوزینه‌های خار و رانده شده باشید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پس ما این کیفر را عبرتی برای مردم آن زمان و نسل‌های بعد از آن و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. و به یاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می‌دهد که گاوی را ذبح کنید. گفتند آیا ما را مسخره می‌کنی؟ موسی گفت به خدا پناه می‌برم از اینکه از نادانان باشم. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند که آن چگونه گاوی است. موسی گفت خداوند می‌فرماید آن گاوی است که نه پیر و نه جوان بلکه میان سالی بین این دو باشد. پس آنچه به شما دستور داده شده است انجام دهید. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد رنگ آن چگونه است. موسی گفت آن گاو زرد پررنگی است که بینندگان را شاد می کند. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد که آن چگونه گاوی است. به راستی این گاو بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی گفت خداوند می‌فرماید آن گاوی است که نه برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کند. بی عیب است و یک رنگ و در آن خالی نیست. گفتند اینک سخن درست آوردی. پس گاو را سر بریدند و نزدیک بود که این کار نکنند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و بیاد آورید هنگامی را که فردی را کشتید آنگاه درباره او به نزاع پرداختید و خداوند آشکار کننده آن چیزی است که پنهان می کردید. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس گفتیم پاره ای از گاو را به مقتول بزنید. خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و نشانه‌های خود را به شما می نمایاند شاید اندیشه کنید. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سپس بعد از این دلهای شما سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر، زیرا که پاره‌ای از سنگها می شکافد و از آنها نهرها جاری می شود و پاره‌ای از ترس خدا فرو می افتد و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا امید دارید که به آیین شما ایمان بیاورند با اینکه گروهی از آنان سخن خدا را میشنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف میکردند حال آنکه علم و اطلاع داشتند؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون. و چون با مؤمنان ملاقات کنند گویند ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند می گویند چرا مطالبی را که خداوند برای شما بیان کرده برای مسلمانان بازگو می کنید تا در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمی فهمید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا نمیدانند که آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند خداوند می‌داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. و برخی از آنان بی سوادانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی‌دانند و تنها به پندارهایشان دل بسته‌اند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که با دست خود می نویسند سپس می گویند این از جانب خداست تا آن را به بهای اندک بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند آتش دوزخ جز چند روز محدودی هرگز به ما نخواهد رسید. بگو آیا از نزد خدا پیمانی گرفته اید که خدا هرگز خلاف پیمانش نکند یا چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت میدهید؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آری، هر کس که مرتکب گناه شود و گناهانش او را احاطه کنند آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. و به یاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم نیک بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی پشت کردید و روی گردان شدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خونهای همدیگر را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید. سپس شما اقرار کردید و شما بر آن پیمان گواهی می‌دهید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن این شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید و علیه آنها به گناه و ستم یکدیگر را کمک می‌کنید. و اگر اسیران نزد شما آیند فدیه می‌دهید و آنان را آزاد می‌کنید و حال اینکه بیرون کردن آنان بر شما حرام بود. آیا به بخشی از کتاب ایمان می‌آورید و به بخشی کافر می‌شوید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند چیست جز رسوایی و خواری در این جهان و در روز قیامت به شدیدترین عذاب برگردانیده می‌شوند و خداوند از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند، پس عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. به درستی که به موسی کتاب دادیم و بعد از او پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی پسر مریم معجزه ها و دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. آیا هر زمان پیامبری چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید؟ پس گروهی را تکذیب کرده
و گروهی را کشتید. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. و گفتند دلهای ما در پرده است، بلکه خداوند آنان را به خاطر کفرشان نفرین کرده است، پس اندکی ایمان می‌آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که تصدیق کننده چیزهایی بود که با خود داشتند و پیش از این بر کافران خواستار پیروزی بودند، پس چون آنچه را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند، پس لعنت خداوند بر کافران باد. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهین. چه بد است چیزی که خود را به بهای آن فروختند و از روی حسد به آنچه خدا فرستاده بود کافر شوند، که چرا خداوند از فضل خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند. پس سزاوار خشمی بر خشمی دیگر شدند و برای کافران عذاب خار کننده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. و چون به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل کرده ایمان بیاورید، میگویند ما به چیزی ایمان میآوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر میشوند، در حالی که آن حق است و تصدیق کننده چیزی است که با خود دارند. بگو اگر راست میگویید و مؤمنید، پس چرا پیامبران خدا را پیش از این میکشتید؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. و به راستی موسی معجزه ها و نشانه های روشنی برای شما آورد و آنگاه شما پس از وی گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمگر بودید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم آنچه را به شما داده ایم محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و دلهایشان بر اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد. بگو ایمانتان چه فرمان بدی به شما میدهد اگر شما مؤمن هستید.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست گویید. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولی آنها به خاطر آنچه دستهایشان پیش فرستاده است هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند به ستمگران داناست. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. و هر آینه آنان را حریص‌ترین مردم بر زندگی خواهی یافت. هر یک از آنان دوست دارد 1000 سال عمر کند، در حالی که اگر این عمر دراز به او داده شود او را از عذاب دور نمی کند و خداوند به آنچه می کنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن خداست، زیرا که او به فرمان خداوند قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است و برای مؤمنان راهنما و مژده است. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کسی که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد پس به درستی که خداوند دشمن کافران است. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و هر آینه که ما نشانه های روشنی بر تو نازل کردیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آیا چنین نیست هرگاه آنها پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هنگامی که فرستاده ای از جانب خدا به سویشان آمد که تصدیق کننده آنچه با خود داشتند است، گروهی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود کتاب خدا را پشت سرشان افکندند گویی آنان نمی‌دانند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و از آنچه شیاطین در عهد فرمانروایی سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند و در حالی که سلیمان هرگز دست به سحر نیالود و کافر نشد، ولیکن شیاطین کفر ورزیدند، به مردم سحر آموختند و از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی کردند و آن دو فرشته به هیچ کس چیزی یاد نمیدادند مگر اینکه از پیش به او میگفتند ما وسیله آزمایشیم، پس کافر نشو. پس از آن دو فرشته چیزهایی میآموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند و حال آنکه بدون اجازه خداوند نمیتوانند به وسیله آن به کسی زیانی برسانند و چیزی میآموختند که به آنان زیان میرسانید و به آنان سودی نمیداد و قطعا میدانستند که هر کس خریدار آن باشد در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت و چه بد و زشت است آنچه خود را به آن فروختند اگر میدانستند. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند همانا پاداشی از نزد خدا بهتر بود اگر می دانستند. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید در گفتگو با پیامبر نگویید راعنا، بلکه بگویید انظرنا و بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. کافران از اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که از جانب پروردگارتان خیر و برکتی بر شما نازل گردد، در حالی که خداوند رحمت خود را بر هر کس بخواهد اختصاص می‌دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هر آیه ای را نسخ کنیم یا فراموش گردانیم، بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیز تواناست؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمیدانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می خواهید از پیامبر خود درخواست کنید که پیش از این از موسی خواسته شد و کسی که کفر را به جای ایمان برگزیند مسلماً راه راست را گم کرده است؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در وجودشان است آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر بازگردانند. پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس شما عفو کنید و درگذرید تا خداوند فرمان خیش را صادر نماید. همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کاری نیکی را که برای خود از پیش میفرستید آن را نزد خدا خواهید یافت. یقینا خدا به آنچه میکنید بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هرگز داخل بهشت نخواهد شد جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد. این آرزوهای آنهاست. بگو اگر راست گویید دلیل خود را بیاورید. بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پس پاداش وی نزد پروردگارش محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودیان گفتند مسیحیان بر چیزی نیستند و مسیحیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند، در حالی که آنان کتاب را می‌خوانند. همچنین کسانی که نمی‌دانند همانند آنان گفتند. پس خداوند روز قیامت در آنچه که در آن اختلاف داشتند میان آنان داوری می‌کند.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. و کیست ستمکارتر از آن کس که مسجدهای خدا را باز داشت که در آن نام خدا برده شود و در ویرانی آنها کوشی. شایسته آنان نیست جز به حال ترس وارد این مساجد شوند. بهره آنان در دنیا خواری و رسوایی و در آخرت عذاب بزرگی است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علیم. مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید روی خدا آنجاست. همانا خداوند گشایشگر داناست. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است، منزه است او، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه فرمانبردار اویند. بدیع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. پدید آورنده آسمان ها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید تنها به آن میگوید باش، پس می شود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. و آنان که نمیدانند گفتند چرا خدا با ما سخن نمیگوید و یا چرا معجزه و نشانه ای برای ما نمی آید. کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن میگفتند. دلهایشان به یک دیگر همانند است. همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که یقین دارند آشکار و روشن ساخته ایم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحیم. همانا ما تو را به حق مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم و درباره دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و هرگز یهود و نصارا از تو خشنود نخواهند شد تا اینکه از آیین آنان پیروی کنی. بگو همانا هدایت خدا تنها هدایت است و اگر از خواسته ها و آرزوهای آنان پیروی کنی بعد از اینکه دانشی به تو رسیده است هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کسانی که کتاب به آنها داده ایم آن را چنان که شایسته آن است می‌خوانند، آنها به آن هدایت ایمان می‌آورند و کسانی که به او کافر شوند پس بیگمان ایشان زیانکارانند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و نیز آنکه من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون. و از روزی بترسید که کسی از کسی هیچ کفایتی نکند و هیچ گونه تاوان و فدیه از او پذیرفته نمی شود و شفاعت او را سود نمی دهد و یاری نمی شوند. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. و به یاد آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با سخنانی آزمود، پس او همه را به خوبی به انجام رسانید. خداوند به او فرمود: به درستی که من تو را پیشوای مردم قرار می دهم. ابراهیم گفت: و از فرزندانم خداوند فرمود پیمان و عهد من به ستمکاران نمی رسد. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و به یاد آورید هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و جای امنی برای مردم قرار دادیم و از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید. و ما به ابراهیم و اسماعیل وحی کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مقیمان و رکوع و سجود کنندگان پاک و پاکیزه کنید. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا، این سرزمین را شهری امن بگردان و اهل آن را، کسانی که از ایشان به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند، از میوه‌های گوناگون روزی ده. خداوند فرمود: و هر کس که کافر شود اندکی بهره مندش می سازم، سپس او را به عذاب آتش می کشانم و بد سرانجامی است. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ
أنت السمیع العلیم. و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا از ما بپذیر، همانا که تویی شنوای دانا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگارا ما را فرمانبردار خودت قرار ده و از فرزندانمان امتی فرمانبردار خود پدید آور و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، به درستی که تو توبه پذیر مهربانی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را پاکیزه کند، همانا که تو پیروزمند حکیمی. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان خواهد شد جز کسی که خود را به نادانی و سبکسری افکند، و به درستی که ما او را در دنیا برگزیدیم و همانا او در آخرت از شایستگان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنگاه که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت برای پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین سفارش کردند: ای فرزندان من، خداوند این آیین را برای شما برگزیده است، پس نمیرید جز این که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را می پرستیم و ما تسلیم او هستیم. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که در گذشتند، برای آنها است آنچه که کسب کرده اند و برای شماست آنچه کسب کرده اید، و از آنچه آنان می کردند شما پرسیده نمی شوید.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. و اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا راه یابید. بگو بلکه از آیین ابراهیم که یکتاپرست بود و هرگز از مشرکان نبود پیروی می‌کنیم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگویید ما به خدا ایمان آوردیم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید و به آنچه که به موسی و عیسی داده شد و به آنچه که پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچ یک از آنها جدایی نمی اندازیم و ما تسلیم خدا هستیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند قطعا هدایت یافته‌اند و اگر پشت کنند پس جز این نیست که آنان در ستیزند. پس به زودی خداوند تو را از شر آنها کفایت کند و اوست شنوای دانا. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. رنگ خدایی را بپذیرید و چه کسی در رنگ کردن از خداوند نیکوتر است و ما تنها او را میپرستیم. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. بگو آیا درباره خداوند با ما مجادله می کنید در حالی که او پروردگار ما و شماست و کردار ما از آن ما و کردار شما از آن شماست و ما او را با اخلاص پرستش می کنیم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا میگویید که همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی یا نصرانی بودند. بگو شما داناترید یا خدا؟ و چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که گواهی و شهادتی را که از جانب خدا نزد اوست کتمان می کند و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. به هر حال
آنها امتی بودند که درگذشتند، برای ایشان است آنچه به دست آورده اند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و از آنچه آنان می کرده اند شما پرسیده نمی شوید.